دوستان عزیزم سلام. امروز با یه ویدیوی خیلی کاربردی اومدم پیشتون. ویدیومون در مورد چیه؟ در مورد کلمات پرکاربردی که زمان مهاجرت کردن شما باید بدونید. حالا این کلمات چه کلماتی هستن؟ کلماتی که ممکنه برای مراجعه به ادارات، برای انجام کارهای اولیه مهاجرتتون، حالا چه توی اداره مهاجرت چه توی اداره آب و برق و اینا به دردتون میخوره. کلماتی که زیاد به گوشتون میخوره و نیازه که معنیشون رو بدونید. پس اگه هنوز منو سابسکرایب نکردین لطفاً این کار رو انجام بدین و تا انتهای ویدیو با من بمونید. اولین کلمه ای که خیلی هم پرکاربرد هستش و هم که خیلی نیازه بدونید کلمه نوتر هست. نوتر به دفاتر، ما تو فارسی بهشون میگیم دفتر اسناد رسمی، به دفاتری میگن که توشون کارهای سند زدن، کارهای وکالت دادن به کسی و اینجور کارها انجام میشه. پس چی بود؟ نوتر. کلمه دوم اکسپرتیز هست. اکسپرتیز رو کسانی که اینجا ملک میخرن خیلی به دردشون میخوره. خب برای خرید ملکتون شما نیاز دارید که یک کارشناسی بیاد و ملکتون رو ارزش گذاری بکنه. کارشناسی که میاد و ارزش گذاری میکنه به شما یک گواهی ارائه میده که اون گواهی رو بهش میگن اکسپرتیز. کلمه بعدی کلمه تاپو هست. تاپو یا همون سند خونه باز به درد عزیزانی میخوره که اینجا ملک خریداری میکنن. مسلما برای اجاره هم شما نیازه که بدونید که سند خونه به نام صاحب خونه هستش، کار خلاف قانونی در حال جریان نیستش، درسته؟ ولی بیشتر این کلمه تاپو در زمان خرید ملک به گوشتون میخوره. کلمه بعدیمون داسک هستش. داسک در واقع همون بیمه زلزله است. در ترکیه تمام خونه ها بیمه زلزله دارن و اینکه این داسک هم برای حالتی که شما خونه رو میخرید و هم برای حالتی که اجاره میکنید به گوشتون میخوره و بهتره که بدونید زمانی که به اداره آب و یا حالا گاز یا برق مراجعه میکنید برای گرفتن اشتراک به نام خودتون ازتون شماره داسک میخوان، داسک نمراسی، که این رو اگر مستاجر هستید از صاحب خونه‌تون باید بگیرید. اگر هم خونه رو خریدین که خب خودتون اون کار رو براش انجام دادین دیگه، براش بیمه زلزله میگیرید. کلمات بعدی دوال گاز و الکتریک هستن. الکتریک که از اسمش مشخصه یعنی برق و دوال گاز یعنی گاز طبیعی که در واقع همین گازیه که تو خونه استفاده میکنن. کلمات بعدی یا بهتر بگم اصطلاحات بعدی بیر آرتی بیر، ایکی آرتی بیر و اوچ آرتی بیر هستش. بیر آرتی بیر در واقع به خونه یک خوابه میگن. اون یک اول تعداد اتاق خوابها و یک دوم برای سالونه. دومی ایکی آرتی بیر 2 خوابه هستش، اوچ آرتی بیر 3 خوابه هستش. گاهی اوقات ممکنه بشنوین ایکی آرتی ایکی یا اوچ آرتی ایکی. خب اینجا جا نخورین. این خونه احتمالاً علاوه بر حالا 2 یا 3 اتاق خوابی که داره 2 تا سالن داره، یعنی یه سالن کوچولو مثلا برای همین نشیمن عادی خودتون و یک سالن جداگونه که ما مثلا تو فارسی بهش میگیم پذیرایی برای مهمان داره. کلمات بعدی که چه برای اجاره و چه برای خرید خیلی به کارتون میاد کلمات سیته به معنی مثل شهرک مسکونی کوچیکو در نظر بگیرین که نگهبانی داره و شما زمان ورودش از نگهبانی رد میشین و توش چند تا آپارتمان و یا مجتمع وجود داره. سیته ها اکثرا استخر، زمین بازی، ورزشگاه اینجور امکانات رو دارن. کلمه بعدی رزیدانس هستش. رزیدانس در واقع یک مجتمع بزرگه، یعنی یک ساختمون خیلی بزرگ. حالا ما در اصطلاح تو فارسی بهش میگیم مجتمع بزرگ رو میگیم رزیدانس. کنوت به آپارتمان مسکونی میگن، به ساختمان مسکونی میگیم کنوت. کلمه بعدی دایره هست. دایره در واقع همون واحد مسکونی رو میگیم دایره که توی آدرس ها به صورت اختصاری دی میبینیدش. دی همون دایره هستش. 2 تا کلمه بعدی که توی سند میبینیدشون مسکن و آرسا هستن. مسکن در واقع همون مسکونی هستش، یعنی تو سند شما وقتی میخوره مسکن یعنی ملکتون مسکونیه. آرسا یعنی زمین،
یعنی خونه نیست دیگه، زمینه. کلمه بعدی که زمان گرفتن اقامت، مخصوصا اقامت از طریق خرید ملک خیلی به گوشتون میخوره، تاشنماز هست. تاشنماز به معنی غیر منقوله. اکثرا میشنوین تاشنماز مال، یعنی اموال غیر منقول. حالا که کلمات و اصطلاحات مربوط به ملک و املاک و مسکن تموم شد، میرسیم به زمان مصاحبتون. زمان مصاحبه شما باید راندوو بگیرین. راندوو یعنی چی؟ راندوو همون وقت ملاقاته. نه فقط برای زمان مصاحبه با گوچ ادارسی. گوچ ادارسی یعنی اداره مهاجرت. نه فقط اون زمان، بلکه شما زمانی که میخواین با یه دکتر هم ملاقات داشته باشین، بازم راندوو میگیرین. یا میخواین برین توی اداره با یه شخصی کار دارین، راندوو یا وقت مصاحبه، وقت ملاقات به گوشتون میخوره. زمانی که مراجعه میکنید به گوچ ادارسی یا همون اداره مهاجرت، از شما یه سری مدارک میخواد. اولیش پاسپورت که فکر کنم کاملا مشخصه یعنی چی، همون پاسپورت. و در نهایت بعد از انجام یک سری کارها به شما چی میدن؟ کیملیک همون آیدی کارتیه که ما بهش میگیم مثل کارت ملی. کیملیک آیدی کارت. بعضی از عزیزان که میان اینجا و سرمایه گذاری های زیادی میکنن، در نهایت وطنداشلک یعنی شهروندی میگیرن و وطنداش میشن، شهروند میشن، یعنی پاسپورت ترکیه دریافت میکنن و اسم و فامیل ترکی میگیرن و ترک میشن. اما همون عزیزان هیچ وقت یادشون نمیره که همچنان ایرانی هستن و هر کاری هم بکنن بازم از چشم ترکا اینجا یک یابانجی هستن. اگه بخوام معنی لغوی یابانجی رو بگم، به معنی غریبه هستش، اما در واقع به معنی خارجی هم استفاده میشه. یابانجی یعنی خارجی. اینم خیلی به گوشتون میرسه، یعنی دائم میگن که یابانجی میسن، یعنی آیا شما خارجی هستین؟ خب حالا که تا اینجای ویدیو رسیدیم، بهتون یه چیزی بگم. شما بعد از مهاجرت مسلما نیاز دارین که با آدم‌ها ارتباط برقرار کنین و اولین ابتدایی ترین کلماتی که نیاز دارین که با آدم‌ها ارتباط بگیرین رو من قبلا توی یک ویدیوی کامل براتون گفتم. لینکش رو اینجا براتون میذارم. برید یه سر بزنید و بیاین که بقیه کلمات پرکاربرد بعد مهاجرت رو با هم دیگه داشته باشیم. کلمات بعدی ایکامت همون اقامت هستش. ایکامت ایزنی یعنی اجازه اقامت هستن که زمانی که شما کیملیک میگیرین در واقع ایکامت ایزنی گرفتین، اجازه اقامت در اینجا رو گرفتین. اگر شروع به کار بکنین و کارفرماتون برای شما اقدام به گرفتن اجازه کار بکنه، کلمه چالشما ایزنی زیاد به گوشتون میخوره. چالشما یعنی کار، ایزنی اجازه کار. چالشما ایزنی اجازه کار. چالشما ایزنiniz var mı؟ آیا اجازه کار دارید؟ زمانی که جایی مشغول به کار بشید، شما به عنوان یک المان یعنی نیروی کار اونجا مشغول به کار میشین. پس این کلمه المان به گوشتون خیلی میخوره. گاهی اوقات جایی که مشغول به کار میشین از شما دنکلیک میخواد. دنکلیک یا همون مدرک معادل سازی مدرک دانشگاهیتون هستش که توسط اداره یوک یا همون سازمان آموزش عالی که تو آنکارا هست انجام میشه. پس کلمه دنکلیک اگه شنیدین یعنی مدرک معادل. توی قرارداد شما کلمه خیلی شیرین و دوست داشتنی معاش رو میبینید. معاش فکر میکنم این کلمه معاش خودمون توی فارسی هستش، به معنی حقوق و دستمزده. برای تعیین معاش شما نیاز هستش که آسگاری اجرت رو بدونید. آسگاری به معنی حداقل، اجرت دستمزد. آسگاری اجرت یعنی حداقل دستمزده که حقوق شما یا همون معاش شما با توجه به آسگاری اجرت تعیین میشه و تو قراردادتون قرار میگیره. توی قرارداد شما چیزهای دیگه هم به چشم میخورن، مثل سیگورتا. خب مسلماً از اون حقوق شما یه بخشیش خرج بیمه شما میشه. پس سیگورتا همون بیمه هست.
توی قراردادتون یک کلمه دیگه هم خودنمایی میکنه که اکثرا ما دوستش نداریم. من خودم شخصا دوستش ندارم چون برای ما خارجی ها مخصوصا خیلی سنگینه. ورگی. ورگی یعنی مالیات. مثلا داریم ورگی ادارسی. ورگی ادارسی یعنی اداره مالیات. مسلماً یه عالمه کلمه دیگه پرکاربرد مونده و شما هم خیلی کنجکاوید که بدونید. اگر استقبال از این ویدیو خوب باشه نظراتتون رو لطفاً برام تو کامنت ها بنویسید. اگر خواستین یه مقدار تخصصی تر واردش میشیم. حتی میتونم در مورد کلماتی که توی قراردادهای کاریتون میتونین ببینید و کلماتی که باید دقت بکنید توی قراردادهاتون یه ویدیو در اون مورد درست بکنم. فقط کافیه که برام نظرات و انتقاداتتون رو توی کامنت ها بنویسید. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموشتون نشه. تا ویدیو بعدی، خدافظ.